سلام، به کانال من خیلی خوش اومدید. امروز تو این ویدیو میخوایم راجع به تکواندو به عنوان یک سبک زندگی صحبت کنیم. تکواندو به عنوان یک سبک زندگی یکی از جوانمردترین و مفیدترین ورزش‌هاییه که به علاوه از خصوصیت‌های بدنی و قدرت‌های شگفت‌انگیز خودش، ارزش‌ها و اصول اخلاقی و روحیه‌ای عمیقی رو ارائه میده که میتونه زندگی انسان‌ها رو بهبود ببخشه. از مزایای تحریم تکواندو به عنوان یک سبک زندگی میتونیم به 4 مورد اشاره کنیم. 1. انضباط و تمرکز. تکواندو بازیچه‌ایه که انضباط شدیدی رو از شاگرداش میخواد. این انضباط و تمرکز علاوه بر حضور ذهنی قوی به افزایش توانایی‌های روحی هم کمک میکنه. 2. احترام و اخلاق. تکواندو از اصول اخلاقی مثل احترام، شجاعت و انضباط حمایت میکنه و به شاگرداش آموزش میده که این اصول رو تو زندگی روزمره خودشون رعایت کنن. 3. توانایی فیزیکی و روحی. تمرینات تکواندو باعث تقویت بدن و افزایش انعطاف پذیری و قدرت میشه. این ورزش همچنین به بهبود استقامت و تمرکز روحی هم کمک میکنه. 4. پیشرفت شخصی. آموختن و به کارگیری تکنیک ها و استراتژی های تکواندو تو مسابقات و تمرینات روزانه باعث افزایش اعتماد به نفس و پیشرفت شخصی میشه. از این رو میتونیم بگیم که تکواندو به عنوان یک سبک زندگی علاوه بر بهبود قدرت‌های بدنی، ارزش‌های اخلاقی، روحیه‌ای و همچنین توانایی‌های شخصی افراد رو تقویت میکنه و برای بهبود کیفیت زندگی به عنوان یک فرهنگ و سبک زندگی تاثیرگذاره.